انسان ها در گناه دو قسم هستند، یکی مؤمنان هستند، یکی منافقین هستند. حالا بیاییم یک چک بکنیم که در کدام قطار ما و شما قرار داریم. اونهایی که مؤمن هستند وقتی یک گناه بسیار جزئی از پیششان سر میزنه، یک گناه بسیار کوچک از پیششان سر میزنه، بسیار گناه جزئی هست، اینقدر شرم و حیای پروردگار سر وجودشان نمیگیره که دست و پایشان به لرزه میآید. دست و پایشان میلرزه که ما نافرمانی کی کردیم، نافرمانی الله را. میدانیم روز قیامت الله جل مجده وقتی بنده را در پیش روی خود قرار میدهد میگوید اما استحییت تعصینی، بندیم از ما شرم نکردی؟ بندیم از ما حیا نکردی؟ بندیم از پدرت شرمیدی؟ از امام مسجد شرمیدی؟